به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. علائم ستاره‌ای، نویسنده لیندا گودمن، مترجم خانم فریده مهدوی دامغانی. این کتاب توسط نشر ذهن‌آویز در تهران در سال 1397 به چاپ پنجم رسیده. موضوعات این کتاب علوم غریبه، روحشناسی، اخترگویی و جنبش عصر جدید هستش. این کتاب بسیار زیباست. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو کشفش کنید. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو ورق میزنیم. لطفاً با من همراه باشید. استار سینگ. خداوندا، مرا وسیله‌ای برای برقراری صلحت کن. در جایی که نفرت هست به من عشق را بنما. در جایی که ناسزا هست به من گذشت را بنما. در جایی که شک هست به من ایمان ده. در جایی که ظلمت و تاریکی هست بگذار نور را گسترش دهم. در جایی که اندوه و تأثر هست به من یاری کن که شادی را بیابم. رحمتی فرما و کاری کن که زیاد به جستجو نپردازم و به همان اندازه که مورد درک فهم قرار میگیرم قادر به درک و فهم باشم. مورد عشق و علاقه باشم به همان اندازه‌ای که خودم دوست دارم و عشق میپرورانم. سپس معجزه پشت معجزه به وقوع خواهد پیوست و شگفتی‌ها هرگز پایان نخواهد گرفت. یک معرفی خیلی کوتاه هم در مورد نویسنده است که برای شما میخونم. لیندا گودمن در یک روز طوفانی بهاری در ماه آوریل به دنیا آمده است. او 4 بچه دارد. یکی متولد دی، یکی متولد آذر، یکی متولد بهمن و یکی متولد آبان که در حال حاضر مشغول دنبال کردن رویاها و هدفهای شخصی خود هستند. و لیندا روزهای جشن و تعطیلات مهم رسمی را با آنان سپری می کند. لیندا به اتفاق 2 سگ خود در کوهستانهای کلرادو زندگی می کند. بنجامین متولد تیر و بر که متولد خرداد است. بن و بر هر دو گیاهخوارند. یکی از آنها 12 سال دارد و دیگری 9 سال. بنابراین می شود آنها را هنوز توله‌هایی جوان به شمار آورد. شیری هم که در کوهستان‌ها به دنیا آمده است اغلب به خانه لیندا سر می زند. این شیر بسیار اهلی و آرام است و رفتاری دوستانه دارد. با آنکه غرش‌های بدخلقانه‌ای می‌کند. آهنگ‌های مورد علاقه این نویسنده هنگامی که نظر یک ستاره می‌کنید و در یک روز شفاف است، یعنی 2 چیزی که به حد وفور در شهر کریپل کریک یافت می‌شود: ستاره و روزهای صاف و روشن. عطر مورد علاقه او وانیل و نیز بوی نخود فرنگی در زیر باران است. کتاب مورد علاقه لیندا چینی بر زمان است. قد او 160 سانتی متر و یا 165 سانتی متر است. بسته به آنکه کفش به پا کرده است یا نه، اما بیشتر اوقات قدش 160 سانتی متر است. خب با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو کشف کنیم. با عشق و محبتی ابدی این کتاب و کتاب‌های بعدیم را به گروه خاموش و خجالتی خود هارون گولدبلاد اهدا می‌کنم. کسی که با صبر و شکیبایی و در طول تمام تناسخ‌های متعدد زحمات و کوشش‌های خلاق مرا هدایت کرده و با محبت و مهربانی بی‌پایان و وصف ناپذیر و عقل و فضیلتی که تنها از یک استاد آواتار برمی‌آید
موجب راهنمایی من در رسیدن به روشنبینی معنوی و عرفانی شده است. کسی که همیشه و تا ابد مسئول تمامی معجزات من است. تک تک معجزات و شگفتی هایی که تنها با کمک ایمان محکم او ظاهر شده است. هرگز فراموش نکن از غریبه ها پذیرایی احسان کنی، زیرا ممکن است ندانسته سرگرم پذیرایی از فرشتگان عرش الهی باشی. تورات آیه 13:2. لیندا گودمن. هنگامی که قمر یا همون ماه در خانه هفتم حضور داشته باشد و ژوپیتر یا مشتری هم ردیف مریخ قرار بگیرد، سپیددم عصر دلو با تمامی شکوه و جلال رنگارنگ و عجیب و وارونه و دیوانه‌وارش از راه خواهد رسید و با ورود خود تمامی مردم محافظه‌کار و سنتگرا را به وحشت خواهد انداخت و برعکس موجب شادمانی و سرور تمامی اشخاص آزاده و غیر وابسته خواهد گشت. به همراه بلند کردن موها و آرایش عجیب و غیر معمول گیسوان و پوشیدن لباسهای کولیوار و نحوه‌های عجیب زندگی که دارای مهر اشتباه ناپذیر اورانوس حاکم صورت فلکی دلو یا بهمن بر روی خود است و از آزادگی و استقلال فردی حکایت می‌کند، یکی دیگر از علائم و نشانه‌های مهم عصر جدید پیدا کردن علاقه‌ای روزافزون و سریع به علم متافیزیک و مسائل ماورای طبیعی است که همچون آتشی فروزان در تمامی سطح جهان گسترش می‌یابد. این علاقه با جذابیت و فریبندگی هر طبقه از اجتماع را اعم از دبیرستان و مدارس عالی و حتی دبستان‌ها، کدبانوهای خانه و زنان فعال و کارمندان اجتماع و حتی هنرپیشگان و مأموران بالارتبه دولتی و کارخانه‌داران و تاجران مهم جهانی و همینطور سیاستمداران و هیئت مدیران هر سطح و طبقه را به خود جلب کرده است. از همین حالا نیز نمایندگان شرکت‌های بسیار مهم امریکایی مانند IBM، ATT و جنرال موتورز سمینارهای عظیمی تشکیل می‌دهند تا ببینند کاربرد علوم متافیزیک تا چه اندازه قادر است از نظر کاری و حرفه‌ای و در رقابت در بازار جهانی کمک‌های شایان توجه و ارزشمندی به آنان ارائه دهد. این تاجران و سرمایه‌گذاران عقیده دارند که رازهای سر به مهر و ناگفته متافیزیک به آنان نشان خواهد داد که چگونه از زیانهای مالی خود کاسته بر سود و منفعت خویش بیفزایند. چندی است که هواخواهان جدید علوم مکتوم معتقدند که به غیر از راه حل‌هایی که قادرند از این علوم برای مسائل شخصی خود به دست بیاورند، با یاری و کمک همین اسرار مکتوم می‌توانند به راه حلی دست یابند که در مورد فاجعه طبیعی و جنگ‌های هسته‌ای از یکدیگر می‌پرسند. فجایعی که هر لحظه به آن بیشتر نزدیک می‌شویم و کره زمین را در خطر انهدام کامل قرار داده است. آنان معتقدند که پاسخ به این سوالات لاینحل در همین اسرار و علوم مکتوم وجود دارد و به راستی هم که حق با این افراد است. فرزانگی و خرد کهن به راستی دارای راه حل‌ها و پاسخ‌هایی است، البته با اندکی بی‌رغبتی که آن نیز بستگی به تعبیر و به مرحله اجرا نهادن آنها و پیروی از دستورها و حقایق آنها دارد. هر سکه دو رو دارد و سکه‌های زرین عرفان و متافیزیک نیز از این امر مستثنا نیست. ستاره‌شناسان از شکوفایی این اعتقادات نسبت به این اسرار پوشیده به هیچ عنوان متعجب و شگفت زده نمی‌شوند. این مسئله قرن‌هاست که پیشگویی شده بود. مطلبی که جویندگان علوم خفیه مدت‌های مدید انتظارش را می‌کشیدند
و باید مطمئن بود که این علاقه باز هم به گسترش و شکوفایی خود ادامه خواهد داد و در سالهای آینده، خصوصاً در 2000 سال آتی که به عصر دلو یا عصر جدید تعلق دارد، همه جهان را در بر خواهد گرفت. کودکان بهمنی این عصر دلو با از بین بردن هر گونه فاصله نسلی با حالتی دیوانه‌وار به پایکوبی در روی جاده آجری زرد رنگی خواهند پرداخت که به شهر زمرد این عصر منتهی می شود. اما بهتر از آگاه و هوشیار باشید دوروتی. همینطور هم تو شیر دوست داشتنی و تو مرد حلبی و تو مترسک و بالاخره تو سگ کوچولو توتو. سرزمین زمرد واقعا شهر زمرد روشنبینی نیست. ممکن است شماری فرشته و پری مهربان با چوب دست‌های جادویی خود در این سو و آن سو وجود داشته باشد، اما خود شهر غرق در جمعیتی از مردمانی به ظاهر جادوگر است که در پشت درختان آب نبات و شیرینی‌های زنجبیلی مخفی شده‌اند. دوروتی قهرمان اصلی کتاب جادوگر شهر زمرد که فیلمی هم از اون ساخته شده. البته اساساً خوب است که انسان‌ها سرانجام درک این مطلب را آغاز کردند که به راستی چه و که هستند و به درک قابلیت‌های خارق‌العاده جادویی خود توانا شدند. در پشت انفجار حجم فعلی پویندگی برای دستیابی به روشنبینی و آگاهی حقیقی، رنگین کمان‌ها و ترانه‌هایی از خاطر رفته، استعدادی معجزات در یاد مانده وجود دارد. زمینیان سرانجام تا اندازه‌ای پی بردند که در حقیقت چیزی نیستند مگر ارواحی که در معبدهای جسمانی به نام کالبد زندانی شده و مبتلا به بیماری کهنه فراموشی شده‌اند و نمی‌دانند که هویت‌های واقعی آنان چیست و اینکه حق پیشگویی و دست زدن به کارهای سحرآمیز از بدو تولد به آنان اعطا شده است. باید این را خوب به خاطر بسپارید که بنابر قانون وابسته به نظام هستی، نوری که از فراز کوهی بدرخشد، تاریکی و ظلمت را به ناگزیر به سوی خود جذب خواهد کرد. نیروهای منفی و شریر موجود بر روی زمین قادر به متوقف ساختن زمین لرزه روشنبینی عصر دلو نخواهند شد و نخواهند توانست گرسنگی جدید را برای آگاهی یافتن از علوم مکتوم و فرزانگی و خرد کهن از بین ببرند. اما این نیروها قادرند از این موج وسیع و روزافزون تنویر فکر و روشنبینی برای هدفهای منفی و شخصی خود سوء استفاده کنند. این کار با وارونه ساختن و خراب کردن آوای حقیقت این عصر امکان پذیر خواهد بود. به عنوان نمونه از این تجاوز به حقوق مقاله‌ای از رابرت لینزی ارائه شده در روزنامه نیویورک تایمز وجود دارد. در این مقاله آمده است که در اوایل دهه 80 میلادی شعارهای مخصوص جذب سرباز برای مدرسه نظام در کارلایس واقع در ایالت پنسیلوانیا چنین بوده است: تماماً همانی باشید که می توانید باشید. این روزنامه‌نگار می نویسد که محققان و کارشناسانی که درباره این پدیده نوین در مورد تشکیل گروهک‌های مخفی وابسته به علوم مکتوم تحقیقاتی به عمل آوردند، این مطلب را به عنوان مدرکی واضح و آشکار برای وجود تأثیراتی حائز اهمیت در میان سرویس نظام وظیفه اعلام کردند. تأثیراتی که بر مبنای اعتقاداتی در مورد تجدید حیات و فرارسیدن عصری جدید و سایر برنامه‌ها و سمینارها پایه‌ریزی گردیده و در تمامی سطح نظامی اداری این کشور گسترش شده است. این محققان پی بردند که تعدادی از افسران موجود در مدرسه نظام در کارلایس در اوایل دهه 80 فارغ التحصیلانی بوده‌اند از همین برنامه‌ها
و عقاید و افکار و شدیداً خواستار پدید آوردن ارتشی جدید بنا به اظهارات شرکت کنندگانی در این تحقیقات بودند. این افسران تمریندهی و تربیت سربازان را در رشته‌هایی همچون فراگیری مدیتیشن گروهی یا تمرکز ذهن و عبادت، تقویت قوه ادراک مافوق طبیعی، سحر و جادو و تکنیک‌های مختلف هیپنوتیکی در نظر گرفته بودند. این اشخاص ادامه می‌دهند این عقاید و افکار هنوز هم ادامه دارد و تأثیر شدید آن بر بخش‌ها و شعبه‌های گوناگون ارتش به راستی زیاد و روزافزون است. اخطاری تا این اندازه بایستی برای فرزانگان و خردمندان کفایت کند، اما به نظر می‌رسد که چنین نباشد. این کارها بایستی کاملا متوقف شود. در این باره اندکی بیاندیشید. آخر چگونه میتوان از این به اصطلاح روشنبینی عرفانی استفاده کرد تا به سربازان آموخت چگونه با اطمینان خاطر بیشتری دشمن خود را به قتل برسانند؟ این تناقض از بالاترین درجه ممکن به حساب می آید. یک مدیوم که از حس ششم بسیار قوی برخوردار است و به تازگی خصوصاً در میان گروه هنرپیشگان مهم سینمای هالیوود و تعدادی جویندگان ساده و بی‌ریای حقیقت به شهرت فراوانی دست یافته است، طوری مورد پرستش قرار گرفته که او را با قدیسان برابر می‌دانند، آن هم به وسیله طرفداران زیادش که در ملاقات‌های گروهی جمع می‌شوند تا به اصطلاح به درجه روشنبینی و ارشاد معنوی برسند. این مدیوم خبرهایی از زندگی‌های پیشین به طرفداران خود می‌دهد و در مدتی که در حالت خلسه فرو می‌رود به پیشگویی کهنسال مبدل می‌گردد و تغییراتی در تارهای صوتی او پدید می‌آید و خلاصه آنکه از تمامی حقه‌ها و فریب‌هایی که در این جلسات رخ می‌دهد بیشترین استفاده را می‌کند. هر یک از طرفداران این شخص مقدس از 400 تا 1500 دلار پول پرداخت می‌کنند تا با گوش دادن به صدایی که از چندین هزار سال پیش می‌آید به درجه ارشاد و آگاهی برسند. این مبالغ را هنگامی که در 20 یا 50 ضرب کنید به رقم حیرت آوری دست می‌یابید. طرفداران مخلص و با وفای این پیشگو اغلب به دیگران میگویند که این اطلاعات ماورای طبیعی میبایست از اعتبار کاملی برخوردار باشد، زیرا نرخ این جلسات بسیار بالاست. آنان با حالتی ساده لوحانه اضافه میکنند شما هر قدر پول بدهید به همان اندازه دریافت میکنید. بنابراین چرا بهترین را برای خود انتخاب نکنیم؟ او گران میگیرد، پس کارش هم از کیفیت بالاتری برخوردار است. این چه دیدگاه اشتباهی است که از صداقت و خلوص نیت شخصی که خود را استاد مینامد اندازه میگیرد، گرچه مقدار کم و ناچیزی از آموزش‌های این انسان عاقل و فرزانه از نظر سحر و جادو درست و بجاست. این پیشگویان دروغین اغلب نادرستی و تزویر را با پرده نازک از حقیقت میپوشانند تا دروغ‌هایشان را کتمان سازند. در این مثال این پیشگوی گران قیمت کالیفرنیایی که بی اندازه مورد علاقه هنرپیشگان مهم سینما و همینطور هم کدبانوهای خانه و سرمایه‌گذاران تجاری است و اشخاصی که به وی مراجعه می‌کنند تا به روشنبینی و آگاهی مورد نظرشان دست یابند میگوید شما الهی هستید و الوهیتی که در شما وجود دارد قادر به هیچ گونه بدی نیست، بنابراین شما نمیتوانید هیچ گونه کار بدی انجام دهید. یکی از طرفداران میپرسد حتی قتل؟ این شخص به ظاهر فرزانه و خردمند پاسخ میدهد بلی و اضافه میکند اگر دلیل خوب و موجهی برای قتل داشته باشی میتوانی بدون هیچ گناهی بکشی. پناه بر خدا، این دیگر چه مهملاتی است. به نظر میرسد که این پیشگوی کالیفرنیایی از تعدادی روانکاوان و روانشناسان کنونی و معاصر پیروی می‌کند که به بیماران خود می‌گویند اگر از کاری احساس خوبی دارید آن را انجام دهید. حال فلسفه مذهب یهود را به این عقاید عجیب اضافه کنید.
مگر نه آنکه قوم بنی اسرائیل که حضرت موسی آنان را از خطر رهانید امروز تفنگ‌های خود را بر شانه می‌اندازند و بمب‌هایشان را از بطن مقدس این سرزمین رها می‌سازند و این کارها را با شوق و حرارت متعصبانه کلاه سبزی‌های آمریکایی انجام می‌دهند. به نظر می‌رسد که بشر همیشه قادر به اختراع دلیلی آرمانگرایانه برای قتل و آدمکشی است. آن هم هرگاه که این مطلب به سود و منفعتش خاتمه یابد. این مسئله با در نظر گرفتن رهبران جهانی زن نیز به اثبات می‌رسد. یعنی هرگاه موقعیتی برای این گونه زنان پیش بیاید که به آنها امکان ریاست بر گروهی را بدهد، آنها با نام وطن پرستی دست به هر کاری زده، مردم همچون گوسفندانی مظلوم به دنبال رهبر خود می‌روند. این زنان رهبر از هیچ کاری فروگذار نخواهند کرد. عارف عزیز و دوست داشتنی امریکا ادگار کیس که زندگی فقیرانه‌ای داشت، برای کمک‌های ارزنده‌ای که به هزار نفر در تمام سطح جهان می‌کرد صدها دلار پول نمی‌گرفت. آن دسته از کسانی که نماینده او بودند برای مدت کوتاهی خیرات داوطلبانه ناچیزی قبول می‌کردند. اما بیشتر اوقات اشخاصی که به دنبال کمک می‌گشتند و از نصایح و توصیه‌های این مرد شریف کمال استفاده را می‌بردند، حتی قادر به پرداخت این مبالغ ناچیز نیز نبودند. به همان نسبت نیز هنگامی که حضرت عیسی مسیح علیه السلام به اطرافیان خود پند و نصایح عاقلانه و پرفضیلتی می‌داد، در حالی که بر روی دامنه کوه‌ها می‌نشست و یا بنا به عادت همیشگی خود با پای برهنه در کنار سواحل گالیلی قدم می‌زد، پطرس مقدس و سایر یارانش برای نطق‌ها پولی از کسی نمی‌گرفتند و یا از اشخاصی که آه در بساط نداشتند و مایل بودند از گفته‌های استاد بهره‌مند و برخوردار شوند درخواست چیزی نمی‌کردند و آنان را از خود نمی‌راندند. در ضمن خود حضرت عیسی مسیح علیه السلام برای تبلیغ دین خود بر قایق‌ها و کشتی‌های تفریحی گرانقیمت سوار نمی‌شد، کاری که بیشتر این فروشندگان دروس عرفانی که بنیانگذار اکثر جلسات گروهی مذهبی و عرفانی‌اند به انجام می‌رسانند. بنابراین از این ساحران دروغین برحذر باشید و حرف آنان را باور نکنید. جادوگرانی که از مبحث روشنبینی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار از ماشین‌های دست دوم حرف می‌زنند. خصوصا هنگامی که رهبران این گونه جلسات مردانی ثروتمند و متمول هستند که از فردی ساده و جوینده‌ای معمولی جدا و متفاوتند و ثروت آنان از ساده‌لوحی و صداقت زیاد دانشجویان و جویندگان مشتاقشان به دست آمده است. مشکل پول و معنویت مسئله جدیدی نیست. جمع‌آوری مقدار فراوان پول کار بد و ناشایسته نیست. چیزی که اهمیت دارد این است که چگونه آن را به دست آورید و پس از به دست آوردن آن مایلید چه کار کنید. لازم نیست شما برای امرار معاش روزانه‌تان حتی اگر مبالغ هنگفتی باشد احساس گناه کنید و شرمنده باشید، زیرا کارتان بدون تردید برای بهتر شدن کارهای این جهان است، حال در هر سطحی که می‌خواهد باشد. دریافت مبالغ پول برای انجام دادن کاری که بر عهده دارید مستلزم این است که چیزی ارزشمند را به دنیا بازگردانید. حال می‌خواهد نقاشی، کمک‌های ویژه، خدمات متفاوت، لباس، اتومبیل، یخچال، موسیقی یا هر نوع تفریح و سرگرمی باشد. تا زمانی که شما با خوشحالی و خوشخلقی و داوطلبانه نیمی از چیزی را که دارید به اشخاص کم سرمایه تر از خود بدهید، نباید از پولدار بودن و میلیونر شدن شرمنده باشید، زیرا شما نیمی از مایملک خود را رها کرده و بخشیده اید و به این ترتیب اجازه داده اید تا انرژی سبز رنگ نهفته در پول به حرکت درآید و نیز به این دلیل که آن را از راه شرافتمندانه و به اصطلاح روزی حلال به دست آورده اید. پول چیز بد و شری نیست،
تنها کاربرد و نحوه کسب آن میتواند مایه فساد شود. با این وجود قانونی واحد و قاعده‌ای متافیزیکی در مورد رابطه میان پول و نصایح عرفانی موجود است. این قانون کاملا واضح و صریح است و در هر کتاب مقدس و در هر دین و مذهبی ذکر شده است. پول هرگز نباید میان استاد علوم معنوی و شاگرد دست به دست شود. به همین دلیل است که تمام کلیساها، چه کاتولیک و چه پروتستان، و تمام کنیسه‌ها به کشیشان و اسقف‌ها و خاخام‌های خود اجازه نمی‌دهند که پولی از کلیسا و یا کنیسه روندگان خود بگیرند. این استادان امرار معاش خود را از غیب به دست می‌آورند و تمامی خواسته هایشان به وسیله خود کلیسا یا کنیسه برآورده و فراهم می‌گردد. این مؤسسات مذهبی نیز به نوبه خیش از خیرات اشخاصی که داوطلبانه کمک مالی و صدقه و احسان و انفاق می‌کنند بهره‌مند شده مورد حمایت قرار می‌گیرند. به راستی جای تأسف است که هیچ نوع کلیسایی برای حمایت از ستاره شناسان تأسیس نشده است. این اشخاص مجبورند نان روزانه خود را از راه‌های دیگری به دست آورند و کارهای مربوط به ستاره شناسی و طالع‌بینی خود را در اوقات گرانبهای بیکاری خیش به انجام رسانند. بله، این به راستی تأسف آور است، اما نه به اندازه هنگامی که ستاره شناسانی برای کارهایی که انجام می‌دهند پولی معادل آن دریافت می‌دارند، زیرا در تعالیم کهن آمده است شخصی که به این هشدار جدی وقعی نگذارد و آن را نادیده بگیرد و پولی میان استاد و دانشجو رد و بدل گردد، این شخص به زودی از قوه خارق‌العاده ادراک خویش محروم خواهد شد و به این ترتیب دیگر کسی برای تعلیم گرفتن و درخواست یاری به نزد او نخواهد رفت. نوشتن در مورد موضوعات مکتوم و سحرآمیز یا مسیرهای شخصی روشنبینی در کتاب‌ها با این قانون مغایرت و تضاد ندارد. کتبی که بسیاری از اشخاص نوشتند، از هنرپیشه مشهور هالیوود شرلی مکلین گرفته تا رود مونتگومری و یک دوجین نویسندگان مطالب ستاره شناسی و مربوط به متافیزیک، نور ارشاد را که از نظر معنوی و عرفانی نیز مورد قبول قرار دارد در بین جهانیان گسترده است. پولی هم که به این نویسندگان پرداخت شده و یا می شود برای زحماتی است که در هنگام نوشتن آن متحمل شدند و برای قابلیت هنرمندانه آنان در ترکیب بندی جملات است که پس از سالها تمرین و کار سخت به دست می آید. امرار معاش از راه نویسندگی مانند سایر حرفه‌های جهان می باشد. با وجود این باز هم لازم است حتی به این اشخاص نیز توصیه شود که نیمی از درآمد خود را به مستحقان و نیازمندان ببخشند. قانون پول تنها نقشه مسیری نیست که برای عبور از جاده آجری زرد رنگ متافیزیک باید استفاده کنید تا به شهر زیبای روشنبینی و آگاهی باطنی برسید. در ضمن شما بایستی از قبل آگاه و آماده باشید و بدین ترتیب در برابر از دست دادن استقلال شخصی خود هوشیار باشید، زیرا ممکن است با اعتماد به دسته‌ای از اشخاصی که سعی در تسلط یافتن بر ذهن و حس ششم و غریزی شما دارند و این کار را با هیپنوتیزم گروهی شمار عظیمی از مردم انجام می‌دهند، این حادثه رخ بدهد. دکتر ادوین مورس، عضو سابق بخش روانشناسی دانشگاه ویسکانسین، با تحقیق و بررسی در مورد تعدادی از این گروه‌های تازه بنیاد که سعی در یاری رساندن گروهی به یکدیگر دارند، اظهار می‌دارد که فارغ التحصیلان چنین برنامه‌های گروهی اغلب اوقات از لحاظ روانی دچار اختلالاتی هستند. او می‌افزاید که این گروه‌ها تحت تاثیر روش‌ها و مراحل کاملا شناخته شده و مؤثر هیپنوتیزم قرار می‌گیرند و نکته مهم در این است که خودشان نیز از این مطلب آگاهی و اطلاع ندارند. شما دارای حق انتخاب هستید، چه تاکنون متوجه این نکته شده باشید یا خیر. شما می توانید ریش خطرناک موجود در
جاده آجری زرد رنگ به سوی روشنبینی را انتخاب کنید و با دنبال کردن علامت فریب دهنده روشنبینی گروهی به راهتان ادامه دهید و در معرض خطر گم شدن قرار بگیرید. ضمناً نه تنها همچنان سرگرم پرداختن پولهای مختلف هستید، بلکه در حال پرداخت نرخ بالاتر خاموش کردن صدای همیشه خردمند و فرزانه باطن رفیع شخصی خود می باشید که همان قوه ادراک مافوق روحی شماست که از درون به شما آموخته شده است. راه حل دیگری نیز هست. شما می توانید عازم سفری اودیسه مانند بشوید. داستان سفرهای اولیس یا اودیس، قهرمان یونانی که هومر شاعر عهد باستان یونان به نظم درآورده است، و گوش دادن به صدای فرشته باطن رفیع خود را بیاموزید. این مسیری است که شما را مستقیما به شهر زمرد روشنبینی و التفات باطنی هدایت خواهد کرد، نه به شهر دروغین جادوگرهای تقلبی. لازم هم نیست که در این جاده به تنهایی قدم بردارید. شعر یک ترانه قدیمی وعده واقعی و حتمی را در خود گنجانده است. ایمانی راسخ دارم. هر که از راه خود منحرف شد به زودی کسی را خواهد یافت تا راه درست را به او نشان دهد. بله، حق دارید گروه شخصی و مستقلی داشته باشید. استاد یا آواتاری شخصی که نه تنها قادر خواهد بود و فضیلت و دانش رسولان عهد کهن را به شما بنمایاند، بلکه شما را به مرحله‌ای هدایت کند که پی ببرید شما نیز می توانید فرشته باشید. لازم نیست به صفحات زرد رنگ دفترچه تلفن مراجعه کنید تا این شخص ارزشمند و مهم را بیابید. شخصی که با شما در امتداد این جاده حرکت کند تا آنکه شما به تنهایی قادر به راه رفتن در آن باشید. پس چگونه می توانید گروه شخصی خود را بیابید؟ گرو در زبان سانسکریت به معنای معلم و استاد است. گروهی که مایلید به تنهایی بجویید و بیابید بدون آنکه سعی کنید ذهن و اندیشه گرانبهایتان را به سمینارهای گروهی خطرناک و گران قیمت متوجه سازید، پاسخ به این سوال به راستی بسیار ساده است. با خواسته و میلی زیاد، با خواسته‌ای که از صمیم قلب و به دور از هر تظاهر باشد. خواسته واقعی که از ژرفای قلب و روح و جانتان نشأت گیرد. اگر اینطور باشد و تمایل و خواسته پدید آید و ناب و اصیل و شدید باشد، دارای نیروی الکترومغناطیسی و بی‌نهایت زیاد و مهیبی خواهد بود. چنانچه این خواسته را هر شب هنگامی که فکرتان به حالت خواب سوق داده می شود در هوا ساطع کنید و به همان اندازه هر روز صبح با بیدار شدن و دستیابی به آگاهی و هوشیاری این خواسته را در هوا رها سازید بدون تردید و به طور مسلم همان چیزی که مجسم کرده اید برایتان ظاهر خواهد شد. شما می توانید به این قول که قرن‌هاست خدمت دارد، درست به همان اندازه که هر روز صبح خورشید پس از تاریکی شب طلوع می کند و به اندازه فصل بهار اعتماد و اطمینان کامل داشته باشید. اغلب تظاهرات اولیه خواسته شما یک سری انطباقات و تصادفات عجیب و جالب خواهد بود که ابداً تصادفی نخواهد بود و شما را به مطالعه برخی کتب که در مورد منابع متنوع و گوناگون متافیزیکی راهنمایی خواهد کرد. ممکن است به چندین روش مختلف به سمت این گونه آثار کشیده شوید. گاهی اوقات با گفت و شنود با دوستان و آشنایان، اما بیشتر اوقات با کمک میل و خواسته بظاهر بی هدفتان برای مرور کتاب‌ها در کتابخانه‌ها و کتاب فروشی‌ها که ناشی از خواسته و هدف شدید ناخودآگاهانه خودتان است. شما به تدریج با آگاهی روزافزونتان پی خواهی برد که آیا محتویات فلان کتاب گمراه کننده است و یا برعکس از ماهیتی خردمندانه برخوردار است. این کار به وسیله گوش دادن به صدای باطن رفیعتان که در گوش درونیتان نجوا می کند میسر و ممکن است.
شما به زودی خواهید آموخت که چگونه پیام‌ها را در مدت زمانی کوتاه حس کنید. ممکن است بعضی از کتاب‌ها را واپس بزنید و کتاب‌های دیگری را انتخاب کنید که باطناً می‌دانید یکی از جنبه‌های متعدد حقیقت وابسته به عالم هستی را که مورد پذیرش شماست تعلیم و آموزش می‌دهد. این حوادث همیشه رخ نمی‌دهد، اما معمولاً نخستین گام‌هایی است که بایستی پیش از ظهور گروه شخصی خود به تنهایی بردارید و قبل از آن که این استاد از عقل و خردی سخن بگوید که در رابطه گرم و بسیار ارزشمند دو نفره صورت خواهد گرفت، میباید به همین ترتیب باشد. برای یاری رساندن به شما در این گام‌های اولیه، من در آخر این کتاب برایتان فهرستی از کتاب‌هایی در مورد این مسائل نوشتم. اینها کتبی است که من نیز هنگام جستجوی تک و تنهایم برای دست یافتن به حقیقت به سمت آنها هدایت شدم و شخصاً به نظرم کتاب‌هایی بی اندازه ژرف و کامل آمدند. امیدوارم این کتاب‌ها به همان نسبتی که برای من مفید بودند برای شما نیز خوب و مؤثر باشند. با وجود این شما باز هم بایستی خودتان قضاوت نهایی را انجام دهید. متاسفانه لیست این کتاب‌ها در آخر این کتاب آورده نشده و حتی ترجمه هم نشده. بدیهی است که مطالعه کتاب‌هایی در مورد علم متافیزیک به منظور آماده شدن برای گرفتن پند و اندرز از آواتار شخصیتان الزامی است. توماس جفرسون متولد فروردین میگوید من بدون کتاب قادر به زندگی نیستم. البته انسان میتواند بدون کتاب به زندگی خود ادامه دهد و حتی بعضی از انسانها بدون وجود کتاب به مقام‌های والای معنوی رسیدند. لکن کتاب بدون کوچکترین تردید راه میانبر و کوتاه‌تری به سمت روشنبینی و آگاهی درون میباشد. پس از آن که صداقت خیش را با خواندن کتاب‌هایی که باطن رفیعتان شما را به سوی آنها میکشد آشکار ساختید، آن وقت برای ظاهر شدن معلم و مربی شخصی خود آماده هستید. این آموزگار و استاد شما را با شیوه سقراط‌گونه تعلیم خواهد داد. یعنی با کمک کردن شما برای به خاطر آوردن چیزهایی که بیشتر نیز از آنها اطلاع داشتید اما از خاطر برده اید. روش سقراط‌گونه در اساس شامل این شیوه است که معلم پرسش‌هایی از دانشجو می‌کند و خود شخصاً مطلبی ابراز نمی‌دارد. هنگامی که به جای بیان اظهاراتی سوالی پرسیده شود، مغز کامپیوتری به بانک ذخیره خاطرات خود مراجعه می‌کند از زندگی کنونی و سایر زندگی‌های پیشین و معمولاً با پاسخی بیرون می‌آید که شما متوجه نبوده اید از آن مطلع و آگاه هستید. اما شما به راستی تمام چیزهای دانستنی را می‌دانید. چیزهایی که به صورت ثابت و ماندگار در عناصر آسمانی ثبت شده است. چیزی که به آن گزارشات آکاشیک میگویند. شما میتوانید این گزارش‌های ثبت شده را بخوانید. همان گونه که عرفایی همچون ادگار کیس قادر به این کار بودند. شما فقط شیوه خواندن را از خاطر برده اید. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. این کتاب بسیار طولانی هستش، حدوداً 1000 صفحه. امیدوارم اگر از علوم متافیزیک خوشتون میاد حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. این کتاب بسیار زیباست. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.